رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن می شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همه فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. با سلام و درود و آرزوی سلامتی شما عزیزان، برنامه امروز را آغاز می کنیم. امیدوارم خانه و کاشانه تان همیشه آباد باشد. اینجا رادیو مهر است. من سیده عبدالله زاده با برنامه کاشانه مهر در خدمت یکایک شما عزیزان شنونده خواهم بود. با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، همه ما می‌دانیم که پدر و مادران مسئول رفتارهای فرزندانشان هستند. زیرا کسی که رفتارهای خوب و پسندیده را در فرزندان ایجاد می‌کنند، پدر و مادران هستند. از مهمترین وظیفه پدر و مادر در برابر فرزند محبت کردن به کودک است. این موضوع در معارف اسلامی نیز بسیار سپارش شده است. محبت به فرزند باعث می شود که خانواده استحکام داشته باشد. روحیه مهربانی در بین همه اعضای خانواده شکل بگیرد و قوی‌تر شود و مانع کجروی‌های فرزندان شود. از پاداش‌های اخروی محبت به فرزند این است که پدر و مادر مورد رحمت خداوند قرار می‌گیرند. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند به بنده‌اش به خاطر محبت زیاد به فرزند رحم می‌کند. یادمان نرود که کودکان تشنه محبتند و مهمترین منبعی که آنان محبت را دریافت می کنند پدر و مادران هستند. اینچنین در یاد داشته باشیم که تنها با ادای وظیفه پدر و مادری مثل تهیه آب و طعام و پوشاک و لباس و مانند اینها محبت خود را به کودک تمام نکرده ایم، بلکه در تربیت صحیح و پرورش فرزندان آشکار ساختن محبت نسبت به آنان ضروری است. وقتی ما به کودکان محبت می‌ورزیم، فرزند نیز در ما الگوی خویش را می‌بیند. رفتارهای ما برایش سرمشق خواهد شد و سعی می‌کند مثل ما باشد. البته هر پدر و مادر زمانی که به سوی خانه برمیگردد، رویایی به آغوش کشیدن فرزند خود را می‌بیند و زمانی که به خانه برمیگردند با دیدن فرزندان مهربان خوشحال می‌شوند. محبت ورزیدن به کودک رکن اصلی تربیت است.
و با دادن عشق و درک زیاد و توجه به کودک می توان هر گونه عادات بد را از بین برد. بچه ها از بزرگترها تقلید می کنند و به همین دلیل داشتن الگو و سرمشق خوب و مناسب بسیار مهم است. عشق و محبت چیزی است که فرزندان به آن نیاز دارند. بنابراین اگر می‌خواهیم کودکی محبوب داشته باشیم، باید به عنوان راهنما شروع کنیم و به آنان کمک کنیم تا احساسات خود را نسبت به افرادی که به آنها نزدیکند بیان کنند. اگر ما کودک خود را به آغوش کشیم و با مهربانی از خواب بیدار کنیم، این کار آنها را قادر می سازد که با دوستانشان، با اعضای خانواده همین رفتارهای محبت آمیز را تکرار کنند و یاد می گیرند که رابطه‌شان را با دیگران بهبود بخشند. عشق هرگز آسیب نمی زند. بنابراین از ابراز محبت و عشق به فرزندانمان دریغ نکنیم. بخشش فضیلتی است که باید از سن کودکی تقویت شود. کسی که کارهای خوب انجام می دهد، دلش پر از مهر و محبت است. و همین دلیل ما نیز بیشتر به فرزندمان محبت بورزیم تا او محبت کردن را یاد بگیرد. یکی از راه‌هایی که کودکان را محبوب و دوست داشتنی به بار می آورد، توجه و همراهی با آنان است. خوب است که گاهی زمانی را با فرزندانمان همراهی کنیم، مانند تماشای تلویزیون، خواندن کتاب‌های قصه و داستان، طعام خوری، بازی کردن و حتی هنگام خوابیدن با کودکمان همراهی کنیم. وقت گذاشتن برای آنها باعث احساس امنیت آنان می شود و با این کارها کودکی محبوبتری خواهیم داشت. یک مسئله طبیعی که در خانواده ها مشاهده می شود این است که گاهی کودکان ما را عصبانی می کنند. باید در این مورد آرامش خود را حفظ کنیم و با کودکان با عصبانیت و خشونت رفتار نکنیم، زیرا این کار باعث دوری آنان از مهربانی و محبوبیت می شود. ما به عنوان پدر و مادر خودمان نیز باید یاد بگیریم چگونه در مواقع ضروری خشم خود را فرو نشانیم و از رفتارهای خشونت آمیز خودداری نماییم. و البته کاری سخت است، اما شدنی است. زمانی که با کودکمون به بیرون می رویم، مثلا برای خرید، گردش و پیاده روی، یادمان باشد که کودک رفتارهای ما را با دیگران زیر نظر می گیرد. بنابراین رفتارهای محترمانه ما با دیگران در تربیت او بی تأثیر نخواهد بود. اگر فردی هستیم که با عشق و احترام با دیگران برخورد می کنیم، پس داشتن یک کودک مهربان برایمان سخت نخواهد بود. با رفتارمون احترام را به کودکمان آموزش دهیم تا آنان نیز به دیگران احترام بگذارند.
در پایان خوب است به این موضوع اشاره نماییم که اگر می خواهیم فرزندی مهربان داشته باشیم، ابتدا او مهربانی را از خود ما باید ببیند. محبت به کودک فواید بسیاری دارد. از جمله باعث می شود که آنها احساس امنیت بیشتری داشته باشند، ارزش‌های خوب انسانی را یاد بگیرند و در رابطه‌هایشان با دیگران مشکلی نداشته باشند و برای مشکلات راه حل آسان‌تری پیدا کنند و در آینده از خود ما نیز قدردانی نمایند و در زندگیشان همیشه موفق و سربلند باشند. همدیاران ارجمند، همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده و برای شما عزیزان سلامتی و تندرستی، فرزندان سالم و تندرست و زندگی آرام و سرشار از شادی را آرزو داریم. برنامه کاشانه مهر تهیه شده در بخش صدای خانواده، تهیه کننده جاوید حسینی، صدا بردار و تدوینگر آریا سهراب و مجری برنامه سعیده عبدالله زاده. اگر تا به امروز برنامه‌های ما مورد پسندتان بود، ما را به دوستانتان معرفی کنید و در یوتیوب کانال رادیو مهر آبونه شوید و پادکست ها و برنامه‌های جدید رادیو مهر را بشنوید. شنوندگان گرامی، همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم و تا برنامه دیگر خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org